رفت. عالیه. این به خدا الان میترسم. ولی من نمیترسم. وای نه. شل بودن و این بس خودش سفیشی سفته چنس بر نیست اصلا من بترسم. یه بچه چطورید؟ خوش اومدید به یه لطفه از بازی سایلنت ستیل. آقا داستان بازی از چه قراره؟ یه بدن بچه 12 ساله‌ای که دوتا موجود عجیب و غریب وقتی که خوابیم میان سمت اوکی. و ما باید همون موقع چشمون رو باز نگه داریم که نه بهشون نگاه کنیم نمیان، یعنی به اونجا که داره میان. آره. مثل 5 Nights at Freddy. یه جورایی آره. اوکی. آقا بدون معطلی بریم سراغ بازی. لایک ویدیوتون نره. لایک ویدیو بسیار مهمه. سابسکرایب چنل باعث میشه که چنل واسه بقیه بیشتر ساجسته، بیشتر با ویدیومون آشنا بشن. برو بریم سراغ بازی. بذار رو گوشت زیاد میاد کن که به چشات هم میاد دیگه. ببین این که دیگه میگه که باید واسه این که تجربه خوبی داشته باشی هدفون رو بذاری رو گوشت. آره تجربه یه سکته ناقص. تجربه یه سکته لاپایی خوشگل. برو بریم. خب اوکی بدون هیچ مقدمه‌ای. tiring day. میگه که من خیلی روز خسته کننده ای داشتم امروز. قدمون یکم زیادی بلند نیست واسه بچه. آره سقفیم. چه شلوارک پوشیده بود خواب قبل بازی. آها این در باز میشن؟ نوپ. یه سنسش ماسمون چقدر کمه. بخوابیم دیگه اینجور که معلومه. گفت بخوابیم؟ دیگه نزدیک تخت که میشیم دیگه باید یه کاری دیگه ای بود. چرا انقدر یواش را میری؟ مار زده به پا اسکل. بعید بدونم با لباس کار الان بره بخوابه. اینجا فکر کنم اینجا باید لباس عوض کن. چقدر همه چی و برقا خاموشه. اسپیس بزن لباس عوض کن. اوکی لباس عوض کردیم. یکی باید چراغا رو خاموش کنم همیشه تا بتونه خوابم بره. خاموش کن دیگه کوری. شاید یه چراغ خاموش کردیم و بقیه‌اش هم خاموش. نه شاید منظورش همین یکی بود. آره اوکی به به بریم بخوابیم. چه غلطی میکنه با دستش پاش. چی گفت؟ نه همه چی که بر وفق جواده. اینجوری که معلومه گردن یک هد بزنیم بجی. اوه داریم میریم تو خواب. تازه شروع شد. اولین تجربه. نفس داری میزنی؟ بیدار شده. کابوسید فکر کنم. میگه من نمیتونم حرف بزنم یا تکون بخورم. چه اتفاقی داره میفته؟ میگه هلو. میگه که هیچ حرفی از دهنم بیرون نمیاد. چه غلطی باید کنم؟ یکی در میزنه. بیا تو داش بیا تو. من نمیتونم تکون بخورم. راحت باش. بیا تو. میتونیم بخوابیم؟ نه میگه که هلو کیه؟ کیو پشت دره؟
میشه اینقدر این ور اون ور تا بودی شده. من میترسم یکی همون برم بید. آخه همین ور چه راهی داره که بیا؟ میاد. تنها راهی که داریم اون وره. اوه یکی چراغو خاموش کرد. مرسی داشت. بکنم باورقیه. باورقیه؟ باورقی؟ اوه نه نیست. باز روشن کرد. این نوسفراتو نیست؟ نوستراداموس چرا؟ فکر میکنم نوستراداموس هست. آقا رو خاموش میکرد موقعی ترسوندن یکی. نوستراداموس دانشمند نقاش. یکی کی توی آشپزخونه؟ نه هست. ای وای یکی اونجاست. مامان برقی؟ وای ای وای نه چه بزرگتر شد. بزرگتر نشون لباس. آه نه وای خب خبری نیست. همه چی اوکیه. همه چی اوکیه دیگه. کم کم دارم میترسم. نه شاید هم نمیترسم. یعنی کلی گیم ما فقط باید نگهبانی بدیم. آره باید نگهبانی بدیم که نه من دارم نگات میکنم. نمیتونی نزدیکم بشی. ای وای ظاهرا میتونم. میگه که هولی تو دیگه کدوم خری هستی؟ میگه یا ابوالفضل جواب منو بده چاقال. آقا یه لحظه تو من بیشتر دارم صدا رفت. عالیه. ببین به خدا الان میترسم. ولی من نمیترسم. وای نه 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 وای. نه 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 جلو جان هرکیز. نه صدا پشت راست این ور میاد. وای نه نه اوکی. وای 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 وای. یکی رفت زیر تخت. You want to play؟ داری زمزمه میکنه؟ ویسپی الان یه نفر زیر تختمونه. مرسی. وای نه آره دیدمش. خودم دیدمش. نمیتونم تکون بخورم یا هرچی. هیچ کدوم از دکمه‌ام کار نمیکنه. الان فقط میتونم بترسم. یه بزن تکون بخور. Move your goddamn body bitch. Move your goddamn fucking body. میگه که کار نمیکنه. هنوزم نمیتونم تکون بخورم. Come on dude. وای نه این برمونه. این برمون بود. نمیدونم یه پیستی کرد. وای نه ای وای. نه 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 جان عزیز نه 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 میگم چیزی نبود. من الکی دارم به خودم. آره بابا یه کله بود دیگه دورم. نه دیگه نه. Wake the fuck up. نه ها چرا روشن شد که دیگه ترسناک نیست. جا عوض نشد. نه همونه دیگه من از چی نمیترسم. چرا روشن. اون تو خاموشه. او اینجا خاموشه. فکر کنم تو روشن نمیتونه بیاد. فکر نکنه. هنوزم نمیتونی موو کنی. نه خبری نیست. وای 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 چرا من دارم نور میبینم از پشتت. آره اون نوره. یه چراغ اون پشت مشت روشن. نه اون ور در نه جلوش یه یه چیز درخشان. نه اوکی. وای چرا بالا سرمون بودی آشتغال کذابه. ما به تو اعتماد کردم. خیلی بیشوری. حاجی 3 روز بعد حاجی کتفم گره. جون تو
و نزدیک بود دیگه برم تو از دست اینقدر اومد. اوکی. نفسم بند اومد. گوه برم بخورم. اینجا باید بخوری دیگه احیانا. یخچال چرا نداره؟ سوال دارم. کدوم آره قبرستونی سیف میکنی چیزاتو؟ وایسا ببینم. اون پشت نمیذاره به نظره. آره تو همون میذاره. نه اون ور بابا. بیا حاجی. اوی فکرم تو یخچال قایم شد. با درجا خوردش جان تو. نه میشه رو میز غذا بخور. به به. چیه؟ املت و سوسیس و خوبه تشخیص دادی املته. من فکر کردم خورش ماست. به مایکروویو باید بگیره چون غذایی که داره مثل آره خیلی یخه. و سر خوردن هم ما باید بزنی و بخور دیگه. میگه که من خیلی خوردم آجی. خوابم میاد مثل اسم. جان تو. بد خوابم میاد اینجوری گفت. سنگینه. اینو چی رو پنکه؟ چراغه؟ زنگوله چی؟ سکولم. کی چراغ رو خاموش کن. آجی برای یه اسکریم بعدی آماده باش. میگه که اون تجربه هنوز منو میترسونه. من نمیتونم دوباره تو دامش بیفتم. LMB دوبار بزن. این منظورش. آره. آها. left mouse button منظورش بود. آره. میگم خودت چی میگی؟ خیلی اینم از یک خواب راحت. تجربه بیرون از بدن چپتر 2. باز دوباره وقتک. No way. خب مثل اسب چون میخوری نباید سنگین بخوابی دوست خوبم. میگه چرا دوباره این تجربه بهم دست داد؟ چرا دوباره؟ میگه این مثل سگ ترسناکه. من باید هر طور شده بیدار شم. چجوری؟ این بزنیم بیدار شو. بیدار شو. I'll try my best. بازم نمیشه. میگه که بازم نمیتونم تکون بخورم مرد. اینجاست که حالا دوباره شروع میشه. اینجا دیگه از بالا سقف خیلی آنفیره. چی؟ از بالای سقف خیلی نامردی. اون کاماد اونجا بود؟ بود دیگه. یکی اومد پرید روی من. کجا؟ اینجوری پرید اومد نگم. نیدمش. خدا رو شکر. من صدا پاش تلویزیون روشن. تو میخوام بهم آلرت بدی هم موقع. نکن. کمش نکن صدای هدفون تو. صدای من زیاده خدایی. آره خدایی. 2 چوسه هدفون فقط تو گوشته. من سایرن تو گوشمه. ای وای. نکن جانم. نه این دفعه دیگه نمیخواد ما رو بترسونه. میبی این دفعه میاد برای کاری دیگه. ای وای. چرا داره خاموش میشه؟
میگه این مثل سگ ترسناکه حاجی. اینجوری بیدار نمیشه. این چی افتاد اومد؟ نه چیزی نیست. ای I got you. حاجی میخوام تا پرید ببینمش اینجوری. نکن باختی اسکل. نکن نه الان خبری نیست. نه قبلی هم همین بود. نمیدونم. حالا از لاپامون بیاد بالا. لو پام یه چیزی دارم به حسابش برسه حاجی. منظورم چیز بود. حاجی خیلی داره طول میده. یه چنگال من لو پام. چاو. خیلی بدم داره طول میده. حیوانه. یعنی ده سرویس. اینجاست. وش. میگه که این بی پدر چرا وایستاده جلومون و تکون نمیخوره. وای ترسیدم. نه خبری نیست دیگه. الان همه چراغ خاموشه you know. نه وای همین ور که خاموش باشه این خودش بده. وای مثل همون شده. نفس نگاه کن. نه این دفعه در ترسناک نیست. این دفعه میاد مثلا دستتو میزنه میگه جان بخورمت. نکن میخواد بخورتت. تو از این بدتری. از این زنه بدتری. این الان داره خاموش. نگاه کن. نکن جاییز. میگه که خب بلند شو. میگه من بعد الان بلند شم دارم مثل از میترسم یه ریده تو خودش. تو سیاه شده حاجی. ولی اینکه نمیتونی تکون بخوری خیلی ترسناک. اونم تو خواب. وای نه ببین فوش بعدی گذاشتم کنار. نه فکر نکنم بخوای بیای نزدیک‌تر. داره میاد. قدش بلند شد. وای نه بالا سر وای رو سقف. یه اسپایدرمنی اومد. وای نه رو سقف نیست. درست صورت. آره میدونم. بلند کن بلند شو. Come on, move your goddamn body. چرا بری؟ خیلی فکر کنم بلند شدیم. وای یکم بیشتر از حد زدم. نه این دفعه قرار نیست ما رو بترسون. بلند شدی؟ داری راه میری؟ نایس. فاکینگه. بلند شدیم. میگه که من هنوز تو خوابم. نه بلند شدیم. تو خواب که دیگه کسی نمیتونه راه بره. چراغا رو روشن میکنم. نه خودمون اونجا خوابیدی. خاک عالم. پس من کیم؟ روحم. خب حداقل چراغا رو روشن کن. مال روحت میتونه به نظر چراغ روشن کنه. میتونه روح چراغا رو روشن فکر کنم بعد دوباره بریم برگردیم ببین. آجی نه دیگه خدایی روحش زهره ترک دیگه الان خودمونیم دیگه بابا دیگه الان. و برگردیم توی جسمم. نه برگرد. وای داره خودمون. چرا مثل اسب نفس میکشی سلطان؟ یه جامپ اسکیر غیر منتظره الان گذاشته. What I should do. ببین What should I do? The fuck are you? بودو Go. فقط گم شو تو تختت. من نمیخوام بخوری منو تو. من نه I don't why. بزن الان میسارتمون. بزن نزدیکمونه. پیش با پرچم بعدی من ای زدم. خب الان 2 هفته بعد شد. گفت ای ول بالاخره کارمو انجام دادم. میگه که چقدر سریع شب شد.
وقتو چیز کردم. میگه الان باید برم بخوابم. میگه یادم رفت گزارش چیزو بدم. میشود گونه سایکن گزارش دفتر رو. حالا بذار ببینه اول میذارم از این خونه بریم بیرون. پیکاپ بیار. بگ اینجاست. کجا؟ آره بعد. میگه که کیفتو بردار و برو سر کارت واسه گزارش به دفتر. برو بریم. پس بیرون خونه هم میره. اوکی. امیدوارم بیرون خونه بذاری بریم. نه دیگه الان بیداریم. اصلا بازی در مورد تو خواب و اینا. غیر قابل پیش بینی های ناموسن چیزاش. با جامپ اسکرش چه عجیب هم نیست. تو فروش تو شرکت ها میگه که دفتر خیلی چیزه ساکته واسه این ساعت. سری زهره تو میزنی من تا بیام بگم بعدی رو بخونم. سرنگ اینو بذار پس زمین. اون خوبه. اومدیم بازی ترسناک این پس زمینه عوض میکنم. خوب بازی پر از جزئیاته و اینکه میتونی از کامپیوتر استفاده کنی خودش عالیه. جزئیاتش برام مهم نیست. فاکینگ من این چی میگه؟ این برنامه نویسیه. برو این کامندر برو ببینیم چیه. بابا همون بابا اینکه پی اچ پی اینه. برو توش. اینجا هم باید بنویسی. خود میدیم دیگه. آخه این چه اهمیته؟ راست. اصلا من به وای فای نمیتونم. بیا کنی. یعنی میبینیم بس میشه. برو یه چیه بزن دیگه. خب بذار ببینم چی میشه سرچ کرد توی نه میخواستم یه چیز دیگه سرچ کنم. نمیرسه اصلا. اصلا نمیتونه. خب خوبه چون که اوکی بالاخره فهمیدیم باید چیکار کنیم. یه صبح از یه سایتی دانلود میکردیم و تموم شد. بعدش این بود اون چیزی که بعد دانلود میکردیم. آقای نوشته کانگریتس اسم کنت ظاهرا و بهمون تبریک گفته که تو این نوتو پیدا کردی. میگه که من دوست دارم بگم که تو پروموت شدی. که این معنیش پروموت میشد که ارتقا. آره نه. میخواستیم که استعفا بدیم و این بی پدر چون خیلی کارش خوب بوده بهمون گفته اونا بهمون مرتبه‌مون و رتبه‌مون رو بردن بالاتر. بهمون چی میگن دادن؟ ترفیع رتبه دادن و الان دیگه با حقوق بالاتر کار میکنیم. میگه که هرچند مطمئن شو که گزارش دا روی میز چیز میذاری. After that you can go to you know میگه ما هممون یه خانواده توی این کمپانی. میگه که خب میگه گزارش تو بذار قبل اینکه اینجا رو ترک کنی. بعدش میتونی بری تو خونه. بریم تو دفتر پرسنل. آره. اینم از این. برو حال کن. میگه که اینم از امشب. حالا باید بریم توی خونه و یه کار بد کنیم به اسم خوابیدن. کاش یکم راه میرفتی. چقدر خب برگشتیم خونه. حاجی نکنه قبض برقا ندادی. میگه که چقدر ترافیک بود و فلان و اینا. اشاره که نمیخوای درد بخوری ها، فقط میخوای بخوابی. آره؟ چرا اینجوری داره باز میکنه؟ میگه من باید برم یه لباسامو عوض کنم و بخوابم. یه همونی بزن. یه همون برم و بعدش بخوابم. بعدش بخوابم قبل خواب. همون برم قبل خواب.
خب لباساتو عوض کن. با لباس میخوای بری همون؟ نه لخت الان فقط در رو ببینم. یه چیزی همومش فقط کن. همش همونجا بود دیگه، تو دستشویشه. همون خارجی ها توی دستشویشه. آره راست. تو وانشون میرن همون. آره راست گفتیم تو وان. به درواز بعد همومی ای همومی لنگو غلیفه‌مو بردن. ایول و شلوارم نشد. شلوار داشتی. لنگو غلیفه جهنم نیمه ماما رو بردن. میگه عجب آبیه. به چه ساتیسفاین. نه بوی عالیه. آب و اینا همومو. میگه که من انقدر احساس ریلکس بودن نکردم تا قبل از این. چرا خوابش نگیره اینجا؟ نه مثلا بخواب فوقش رو همون میخوابیم دیگه. همون دیگه دورم. واو چپتر 3 تو کی هستی؟ آخه تو وان همون همینجا خوابت برد. خوابید بمیری الهی درد بخوری. میگه که وای نه دوباره. نه وای میگه من اینو اصلا دوست ندارم، اصلا نمیخوام اینو. وای اجی باز دوباره که خاک بر سرت بمیری هم تخت خواب. اینجا بد نیست، اینجا یه جا میتونه بیاد، میدونی فقط نزدیکه در بهمون. بدیش اینه. اوی یه نفر از اتاقمون اومد تو. چرا خاموشی؟ میگه نه تو رو خدا نه. Stay away. 12 سالمون هم راسی نبود. آره بابا این مرده. آینه هم که کثیف مسیفه و دستمال توالت و همه چی اوکی دیگه. باشه انگار که بیدار شدیم. ایش بیدار نشدیم؟ باجی حوصله این میخواد ما برگردونیم این دوربینو. به چه صابونی چیزی اینجا این دور و بر نیست خودمونو باش تمیز کنیم. ای وای میگه که این بی ناموس اینجاست بابا، ناموسن ولم کن بابا خدایا بس دیگه بابا خسته شدیم. نه اوکی خبری نیست دیگه، دوست ندارم حتی بگم خبری نیست. من باید سیف باشم. اشتباه سفت شل بودن و این بس خود ترسیدن سفت بچسب برای نیست اصلا ما بترسیم. وای نه وایس داره سکته میکنه. وای داره من خفه میکنه. داره خفه‌مون میکنه. داره میلرزه اینجوری بلند شو. میگه من نمیتونم نفس بکشم. نه خفه‌مون کرد. مردی؟ Silent still. دمشون بر سرش تو خواب خوابید، توی آب خوابید و خفه شد. خواب به خواب رفتیم. ممنون برای بازی کردنتون. چکرتیم. ایوالا خواهش میکنم. مرسی که کاری کردی که برینیم بخوریم. آقا امیدوارم که این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. واقعا ترسناک بود و خیلی جامپ اسکرای غیر قابل منتظره. غیر منتظره غیر منتظره داشت. و لایک ویدیو، سابسکرایب چنلتون نره، خیلی مهمه، خیلی کمک بزرگیه. و تا یه ویدیو دیگه خدافیز. اومدم تو حرم چشمای
نظرمو ادا کنم